آقا خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز قراره در مورد بازی رپو یا رپو یا همون REPO که خیلی ترند شده بود و تمام یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای اینستاگرام در موردش ویدیو ساختن، ما هم در موردش ویدیو بسازیم چون ویدیو طولانی نداریم و همه شده شورت ویدیو. بریم که ویدیو رو با هم داشته باشیم. خب دوستان، اولین چیزی که بعد از اینکه شما دنبال این بازی میید و میخواید نصبش کنید و باهاش مواجه میشید، نسخه‌های زیاد و فیکن که از این بازی منتشر شدن و هر کدوم شبیه هم و تمام تصاویر بازی ها مثل هم و کپی برداری شده است و هر کدوم هم نزدیک 1,000,000 دانلود دارن. یعنی اشخاصی که میخواستن این بازی رو دانلود کنن برای گوشیشون متوجه نشدن حتی کدومش واقعیه و کدومش فیک. واسه همین اول ویدیو من میخوام شما نسخه واقعیشو نشون بدم. خب دوستان، تا اونجایی که من میدونم تو گوگل پلی این نسخه اصلی بازیه و نسخه‌ای که خود شرکت بازی یا سازنده انتشار داده و منتشر کرده، ولی بازم به علت شباهت‌های زیاد ممکنه همین لوگو و همین تصاویر بازی رو شما تو گوگل پلی یا مایکت یا بازار ببینید. برای همین چک کنید و مطمئن بشید که نسخه‌ای که دارید دانلود می‌کنید نسخه اصلیه، وگرنه نمیتونید با دوستتون آنلاین بازی کنید. خب دوستان، خیلی خوش اومدید به گیم پلی بازی رپو یا رپو یا هر چیزی که هست REPO که اولین چیزی که ما بهش برمی‌خوریم تو ذوق میزنه این که هاست شدن یا جوین شدن به یه سرور شما باید حداقل 1 دقیقه تا 1 دقیقه و 30 ثانیه تبلیغ ببینید و این رومخترین چیزیه که به نظر من بهش برخوردم تو اول بازی. و اینکه شما برای ساختن سرور باید حداقل 20 دقیقه بازی رو انجام داده باشید، یعنی نمیتونید همون سر فرصت همون دقیقه برید بازی رو انجام بدید، حتما باید برید 20 دقیقه بازی کنید. برای همین ما میریم تو سینگل پلیر و یه بازی جدید رو شروع میکنیم. خب آقا، این از بازی. و یه چیزی هم که میخوام بهتون بگم و از آقای ساتوس به ما یاد داده شده، اول بازی که شما میایید یه جورایی بازی خیلی محوه، برید توی قسمت گرافیک و تمام این قسمت سمت راست که آنه رو آف کنید، موشن بلر و لنز دیستراکشن همه اینا رو آف کنید، چون سطح بازی واقعا خیلی بد میشه، همه چی تار و نمیشه دید قشنگ. همونجور که میبینید نسخه موبایلش نسخه خیلی غیر منطقیه چون بهینه سازی شده برای گوشی و شبیه هست به نسخه کامپیوتر، ولی اونجوری که میخواید نه. همونطور که میبینید بازی پرش داره، یعنی تمام صفحه رنگشون میبره و طبیعی هم هست. خب آقا، ما اینجا جنس پیدا کردیم اول کار. و آره دوستان، چیزی که من متوجه شدم این که حتی وسط بازی هم به شما تبلیغ نشون میده این بازی، یعنی از خیر بازی کردن هم نمیخواد بگذره. یه صدایی داره میاد که خود من دارم نگرانشون میشم، ولی فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته. فعلا $2,000 از اون بالا میبینید $10,000 باید جمع کنیم. ما $2,000 رو تکمیل کردیم، فوق‌العاده قوی. و بریم که دیگه چی گیرم میاد. سریع فقط بزنیم بریم از اینجا. آقا این $11,000 این کارو تمام کنه، ولی شما برای بلند کردن این، چون جسم سنگینیه، نیاز به 2 یا 3 تا پلیر دارید که چون ما تنهاییم و تک و تنها اومدیم به این بازی نمیتونیم اونو بلند کنیم، باید بگردیم دنبال چیزی. نقشه هم داره که به اون جای اجناس خاص و قیمتی رو نشون میده دوستان، دقیقا مثل نسخه پی سی و کامپیوتر. خب این چیه اصلا؟ الماسه؟ گرافیک ضعیف. آخ نصفش داره میره، نمیدونم چیه، سنگ یا الماسه. ور میداریم. این چیه؟ $500 میارزه. اینا ور میداریم. اون ورم هیچ هست، دسته پول هست اصلا. کی آخه دسته انقدر پول دلار چی کنه که $600 منطقی نیست یکم. خب بریم به سمت این ور، خالیه. بریم جلوتر. و اینکه بهتون میگم قابلیتش دوباره مثل پی سی قابلیت کوچیک شدن و قایم شدنش همون جوریه. اینجوری میرید کوچیک میشید و قایم میشید و فوق العاده قویه، یعنی که تفاوت خاصی نداره، فقط از نظر گرافیکی. وگرنه گیم پلی بازی همون گیم پلی ساده پی سیه، فقط از نظر گرافیکی عوض شده، ضعیف‌تره دیگه. مطمئنا بهینه سازیش هم همینجوری بوده. خب تو نقشه لا يمكننا عرض كل شيء لك.
وای دارم آتیش میگیرم دیگه از غصه و غم. دوستان دلیلی که میبینید من هی قطع میشم و میام اینه که وسط بازی باز هم به من تبلیغ نشون میده. فکر کنم بخاطر روشن بودن فیلتر شکنه. اگه شما خواستید بازی کنید حتما فیلتر شکن رو آف کنید که به این جور مشکلاتی که من دارم وسط رکورد بهشون برمیخورم شما برخورد نکنید. خب اینجا که چی نیست، نقشه رو باز کنیم بریم ببینیم کجا باید بریم. از اون رو باید بریم. اینجا انگار هیچ نیست، خالی شده. و اینکه $5000 دیگه ما گیر بیاریم و دزدی کنیم کار تمومه. اینو میشه دزدی؟ آره $1000 هم خب اینو نباید بشکنم، اینو نباید بشکنم. $7000 $3000 دیگه ما با آرزومون میرسیم. از این ور باید بریم، درسته؟ آره همونطور که میبینید نقشه هم داره بهمون نشون میده که از کدوم ور میتونیم بریم. خیلی سریع و بدون سر و صدا، فقط اینم من هی دارم میکوبم در و دیوار، خیلی آروم و یواش. اینجا باید میرفتیم. اینجا واسه چیز کردنه، تحویل دادنه. ما باید بریم اجناس بیشتری بدوزیم. آقا اینجوری نمیشه، باید بریم جای جدید. یه صدای خیلی ناخوشایندی اومد که من این خورده ازش وحشت دارم. من که اونو چجوری من بگیرم بالاست؟ نه نمیشه در اینا هم میشه وا کرد. آره این درا چی؟ دارم صدای پای چیو میشنوم که دوست ندارم باش برخوردی داشته باشم هرگز. لیوان و سنسیتیویتی بازی خیلی خب آقا بازم مثل همیشه به ما تبلیغ نشون داد و ما رو ترکوند و باعث شد که اون لیوانه بشکنه. اون لیوانی که قبل تر دیدید باعث شد بشکنه. چرا؟ یهو تبلیغ نشون داد و از دستمون افتاد لیوان. ولی خب ما فیلتر شکن رو خاموش کردیم که دیگه از این اتفاقای بعد نیفته. هیچی هم اینجا اتفاقا نیست که بخوایم لوت کنیم. دقیقا همین حرف رو زدم. 1 ساعت نصفش رفت. خیلی سخته با این سنسیتیویتی که بازی داره. حمل کردن اجناس گران قیمت بسیار سخته. مطمئنم الان میشکنه. خب کجا باید ببرم؟ اینا عرابمون کجا بود؟ عرابه رو گم کردم. اینا اگه نقشه هم وام کردم ببینم کجاست، این از دستم میافتاد و ناپدید میشد. خب بیا اینجا این وسط باش. خب آقا ما اینجا لوت کردیم دیگه، تقریبا چیز خاصی ندیدیم از این اتاقا و این دره که اینجا بود و خدا رو شکر توسط چیزی هم تهدید نشدیم و هیولایی هم دنبال ما نبود. همین هم یک نکته مثبتیه برای گیم پلی ما. فقط ببینیم راه کدوم وریه. اونجا رو تا نرفتیم. بریم اون سمت، بریم به سمت اون سمت بدویم. راپله اینجا رو فکر کنم باید آروم بریم. انرژیمون هم نگه داریم که اگه چیزی اومد بتونیم فرار کنیم. و صدا پا میاد، خیلی صدا پا میاد. و اون لیوانو اونجا هم هست. چطوری؟ اینقدر حتما اینترنت حتی خاموشه. چطوری وقتی اینترنت خاموشه برای من داره تبلیغ میاد؟ خب اون معلومه تا بیاد اینجا میشکنه. $1400 هم پولشه این لیوانه. فقط امیدوارم که بتونیم ما اینو برسونیم. اینجا پر حاجی، اینجا پر اجناس گران قیمته. فقط امیدوارم همشون رو بتونم ببرم و نشکنم. فقط به این امید دارم که مثل این بدون شکستم بتونم ببرم و بیارم. سرعت هم میدیم به کار، از انرژیمون استفاده میکنیم. این چیه؟
اون این ساعت هست که جادویه این ساعت رو بریم فکر کنم دیگه کاروبارمون تمام میشه آقا. خدا رو شکر. بدون خیلی صدا پا میاد، صدا پای نامعلوم از ناکجا و اینکه اصلا معلوم نیست صدا پای چی و نمیشه دید و تو نقشه مشخص میکنم $10 شد دیگه. آره $10,000 شد و اینکه ما الان اینو میبریم و گیم پلی رو تمام میکنیم و از اینجا میزنیم به چاک بدون شکستگی چیز خاصی. البته امیدوارم. بودو اینم از این. برو تو. همونجور که میبینید ما $1,169 هم سود کردیم و کارمون انجام شد. حالا وقتشه که خداحافظی کنیم. یه چیزم الان میاد دنبالمون. اگه زودتر این در رو نبندیم. اردک. خب دوستان این بود از گیم پلی بسیار نرمال و بدون وحشت و به غیر از اون اردکی که آخری و پرید تو صفحه بدون هیچ دردسری. اینجا هم شاپ بازی هست همونجور که می‌بینید. این نسخه پی سی شما میتونید اینجا خریداتون انجام بدید و تبلیغ ببینید. ببینید دوستان من اینترنتم خاموشه، همچنان داره برای من تبلیغ میاد و منو ناراحت میکنه و یهو رندوم اینا رو این چطوری اینجا وایستاد الان؟ و آره دیگه این چیه؟ نمیدونم، مهم نیست. خب تا ویدیو دیگه و رندوم شت دیگر، چون این ویدیوهای رندوم به خاطر اینکه ویدیوهای شورتمون زیاد میشه این ویدیوهای رندوم میذاریم که شما لذت ببرید. تا ویدیو دیگه گود بای.